میگن آدمای خوب میرن بهشت، ولی من میگم آدمای خوب هر جا که هستن اونجا بهشت. امروز خودم رو به یه جور دیگه معرفی میکنم. فرامرز هستم، یک نیکوتینی سابق. الان پارک چمران کرج هستم و یه جلسه نیکوتین رو پر کردم. جلسه خیلی خوبی بود، تعداد کم بود ولی خیلی انرژیش بالا بود. من خیلی حس خوبی گرفتم از جلسه نیکوتین. همیشه من فوق‌العاده حسای عالی میگیرم. باورم میشه که من زندگیم تغییر کرد. دوستان به شما پیشنهاد میکنم که تشریف بیارین تو این جلسات قطع مصرف نیکوتین کنید. من الان دوستایی دارم که سالهاست مواد مخدر مصرف نمیکنن ولی هنوز نیکوتین مصرف میکنن. یعنی مواد مخدری که قوی ترین مواد مخدر جهانه که روزی 50 بار 60 بار 40 بار مصرف میکنن، در صورتی که موادهای دیگر رو روزی 2 بار 3 بار مصرف میکنن. دوستان من میان قدم کار میکنن ولی تو قدم 8 و 9شون من اشکال میبینم، چون هنوز دارن هم به خودشون هم به خانوادهشون هم به اطرافیانشون خسارت میزنن. پس منتظر هستیم تشریف بیاریم تا بتونیم در کنار هم قطع مصرف نیکوتینمون رو ادامه بدیم و زندگی بهتر و جذابتری داشته باشیم. ممنونم که شنید.